مرسی بهرنگ. وایسا اصلا این چه لوسبازیه؟ تو مرغا رو چیدی تو اون ظرف؟ جنتلمن منه. علی خانی اوت شد داره؟ نه اونم باشه. دوتا بیان خواستگاری ببینم کدومه. در روزگاری که بسیاری از ارزش‌های وجودی زیر غبار استفاده تبلیغاتی و نگاه جنسی به زن گم شده، پیامبر رحمت با نگاه آسمانی از گوهر وجود دختر و ویژگی‌های روانشناسیشون سخن گفتن. دختر به فضای خونه لطافت میده، در سختی‌ها مددکاره، وحشت تنهایی رو با انیس بودنش تبدیل به آرامش میکنه، برکت حضورش زندگی رو رونق میده و با پاکی دلش فضای خونه رو از غبار کدورت میشوره و خونه رو معطر میکنه. دختر یادآور لطافت الهیه و نشانی از مهر خدا در زمین. فکر کنید